ایران، سرزمینی که نامش با تاریخ، سیاست و البته طلای سیاه گره خورده. چرا هر بار که نام این کشور در صدر اخبار جهان قرار میگیره، پای اقتصاد و نفت در میونه؟ در این ویدیو میخوایم که از زاویه متفاوت به ریشه‌های تحولات اخیر نگاه کنیم. از دوران پهلوی تا به امروز، چه شد که اقتصاد به محرک اصلی اعتراضات تبدیل شد؟ با ما همراه باشید. دوران قاجار. در اواخر دوران قاجار، ایران کشوری خسته بود، ضعیف، بی‌ثبات و زیر سایه قدرت‌های خارجی. مردم امیدی به آینده نداشتند و کشور در آستانه فروپاشی بود. بعد از هزاران سال حکومت ترک‌ها، ساختار سیاسی ایران دیگر توان همراهی با دنیای جدید را نداشت. همه منتظر یک تغییر بودند، تغییری که خیلی زودتر از راه رسید. رضا شاه پهلوی. رضا شاه اول، مردی سختگیر و منظم، از دل ارتش بالا آمد. او می‌خواست ایران را از نو بسازد. راهن، ارتش، نظم، قانون و غیره. برای خیلی ها او نماد قدرت و امید بود. اما دنیا در آستانه جنگ جهانی بود و رضا شاه متحد کشور آلمان و هیتلر بود. و در سال 1320 پس از اشغال ایران توسط نیروهای شوروی و انگلیس، رضا شاه توسط انگلیس برکنار و محمد رضا شاه پسر رضا شاه به کمک دولت انگلیس به قدرت رسید. محمد رضا شاه اجازه فروش و استفاده نفت ایران را به دولت انگلیس صادر کرد. متاسفانه در آن زمان سهم ایران از فروش نفت ناچیز بود و مردم احساس بی‌عدالتی می‌کردند. محمد مصدق، نخست وزیر محبوب، با شعار ملی کردن نفت ایران وارد میدان شد. او می‌خواست نفت ایران را برای مردم ایران باشد و موفق به انجام این کار شد. اما این پیروزی ایران را وارد طوفانی بزرگ کرد. اختلافات داخلی، فشارهای خارجی و بحران اقتصادی کشور را به نقطه حساس رساند. در نهایت کودتای 1332 توسط CIA و MI6 رخ داد و مصدق سقوط کرد. قبل از کودتا محمد رضا شاه به اروپا فرار کرده بود و دوباره به کمک انگلیس به قدرت رسید و رابطه ایران و آمریکا وارد مرحله جدید شد که بعدها به یکی از عمیق‌ترین شکاف‌های سیاسی جهان تبدیل شد. در دهه 40 و 50 نزدیکی سیاست‌های شاه به غرب و محدودیت‌های سیاسی موجی از نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد که باعث شد روح الله خمینی، یکی از مخالفان اصلی این سیاست، به عراق و سپس با فشار انگلیس و دستور شاه به فرانسه تبعید شد. اما پیام‌های او همچنان در ایران شنیده می‌شد و در سال 1357 انقلاب پیروز شد. مردم به خیابان‌ها آمدند، نظام سیاسی تغییر کرد و همه چیز وارد مرحله تازه شد. با اشغال سفارت آمریکا و بحران گروگانگیری، رابطه ایران و آمریکا به نقطه‌ای رسید که دیگر بازگشتی برایش وجود نداشت. 8 سال جنگ عراق. بعد از انقلاب ایران وارد جنگی 8 ساله با عراق شد. جنگی که زندگی میلیون‌ها نفر را تغییر داد. خانواده‌ها داغدار شدند، شهرها ویران شد و اقتصاد کشور آسیب دید. در این دوره ایران با وجود داشتن نفت به دلیل تحریم‌ها و شرایط جنگی نتوانست از آن استفاده کند. این جنگ نگاه ایران به امنیت و سیاست خارجی را برای همیشه تغییر داد. بعد از جنگ ایران تلاش کرد سیاست‌های خارجی مستقل‌تری داشته باشد، اما اختلافات با آمریکا بر سر مسائل منطقه‌ای، برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها ادامه پیدا کرد. در سال‌های اخیر تنش‌ها و اختلافات در بین این دو کشور زیاد شده بود. این تقابل طولانی مدت تأثیر مستقیم بر زندگی مردم گذاشته بود، از قیمت کالاها گرفته تا روابط بین‌المللی و آینده نسل جوان. امروزه مردم ایران در وضعیتی پیچیده‌ای هستند. از یک طرف مشکلات اقتصادی و سیاسی داخلی و از طرف دیگر بی‌اعتمادی به سیاست‌های آمریکا و در کنار آن حضور جریان‌های سلطنت طلب. مردم از اینکه ایران تجزیه شود می‌ترسند و آینده برای بسیاری از مردم نامشخص است. نگرانی درباره ثبات و یکپارچگی کشور یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه بوده، ولی جنگ 100 ساله ایران و آمریکا فقط یک اختلاف سیاسی نیست. داستانی است از امیدها، ترس‌ها، تصمیم‌ها و اتفاق‌هایی که سرنوشت یک ملت را تغییر داد. فهمیدن این مسیر کمک می‌کند تصویر روشن‌تری از آینده ایران داشته باشید. نظرتون رو برامون کامنت کنید. جهانگو در این مسیر کنار شماست.